شما بردی؟ بله جی. اونو باختن؟ بله. مطمئنی؟ بله جی. آخه بدونی چرا میگم آره؟ بعضی وقتا یه آدمایی میان اینجا توی دادگاه فکر میکنن بردن ولی باختن، بعضی هم فکر میکنن باختن ولی بردن. خیلی چیزایی که تو زندگی میبینیم توهم حقیقته، مثل این میزه، صندلیه، پول، شهرت، مقامه. راجع هستی؟ میدونی حقیقت چیه؟ حقیقت چیه آجی؟ اون لحظه‌ای که تو چشمت رو منفعت خودت میبندی و به منفعت یه آدم دیگه فکر میکنی، بهش عشق میدی. این حقیقی ترین لحظه زندگی ماست، عشق. خیلی مردمی که میان اینجا نمیدونم دقت کردی، شاکی، متهم، میان فقط حرف بزنن تو گوش کنی، اصلا شکایتی ندارن، کسی به حرف دلشون گوش نمیکنه، دوست دارن صحبت کنن تو گوش کنی. وقتی خدمت میکنی، عشق میدی، اون لحظه حقیقی ترین لحظه زندگیته، عشق.